هموطنان نازنین سلام، وقتتان بخیر. امیدوار هستم هر جایی که هستین صحت سلامت باشین. صحتمندی شما آرزوی همیشگی ماست. عزیزای بیننده، امروز دهه سوم ماه مبارک رمضان 1403 است و امیدوار هستم که تا این دم این ماه پرفیض و پربرکت را به خوبی و خوشی سپری کرده باشین و یک هفته دیگه به عید رمضان مانده و ما هم امروز آمدیم به پل باغ عمومی در شهر کابل و این که ببینیم هموطنان عزیز ما چی آمادگی هایی دارند به خاطر عید. شما بیننده برنامه باشین و برنامه را تعقیب کنین. ما هم میریم صحبتایی می داشته باشیم با هموطنان نازنین ما که اینجا خریداری میکنن و همچنان مصروف فروشات هستند. که در کنار ما یکی از کسایی که اینجا میوه خشک میفروشه، بیشتر با اینا صحبت میکنیم. سلام کاکا جان، وقتت بخیر، خوب هستی؟ بخیر، صحت خوب، بخیر. در ابتدا یک معرفی داشته باشیم. شما نامتون؟ شمس الدین. خب خودت چی کار میکنی؟ یه چاکلی شیرینه اگه چیزا میفروشم. میوه خشک. چطور از بازار کاروبار؟ بازار چندان مزه نداره چیزی. خب آمد عید از بازار هنوز هم دیگه رونق نداره بازار؟ نه نگاهش بکن که علم کلی چیز میدان مانده که از تاله زدم 400 فروختن دیگه چی خوبی داره؟ این 400 دمه چیزی میشه. با عید آمادگی گرفتین در فامیل یا خودت یا نگرفتین هنوز آمادگی؟ نگرفتم، آمادگی میگیریم. آمادگی. خب چی آمادگی میگیرین بخیر انشالله؟ انشالله با امید خدا هر چی که باشه در روی بازار میگیریم، در خانه، در فامیل، در قوم اسکومل میخوره میره. ماشاءالله ما مردم افغانستان دیگه به مهمان نوازی مشهور هستیم. بله بله. خب میخوایم پیام تا داشته باشیم کسایی که اقتصادشان خوبتر است و در ماه مبارک رمضان آمد، عید هم پیش روی است، اگر یک کمکی داشته باشم با هموطنان عزیز ما خود به عنوان یک شهروند میخوایم نظر تا داشته باشیم. والا خوب میشه که داشته باشن، نظر بیتن و کمک کنن، به کار خوبه. زنده و سلامت باشید، در کاروبارتان برکت، بخیر باشید. بخیر وقتت بخیر. سلام، خوب هستی؟ سلام، خیریتی؟ خوب هستیم والا. اسمتون؟ اسم رفیع الله. چه کار میکنی برادر خودت؟ سمیان میفروشم. چطور است بازار کاروبار؟ والا خوب است. خب شکر. آمد عید است، خودت آمادگی گرفتی نگرفتی؟ والا گرفتیم دیگه، آمادگی گرفتیم. لباس خریدی؟ خریدیم لباس. خب بسیار خوب. باز چطور است فروشات میشه نزدیک عید است؟ خوبه شکر، فروشاتش خوب است دیگه. قیمت فروشی خود نمیکنی؟ نه والا 10 و 20 رفع فایدهش میگیریم، زیادش نمیگیریم. بسیار خوب. خودت به عنوان یک جوان پیام چیست که باید به دیگران، کسایی که سرمایه‌دار هستند کمک کنن یا خیر؟ که از این غریبا کمک کنه دیگه، چی بگویم دیگه؟ باید کمک کنن به غریبا. کمک کنن. زنده و سلامت باشی، وقتت بخیر. خدا. سلام بیادر، وقتت بخیر، خوب هستی؟ سلامت باشیم، بخیر باشیم. اسمتون؟ اسم ما وحید الله. چی کار میکنی برادر خودت؟ فعلا هم دست فروش هستیم، کاراشی داریم. خب چطور از بازار کاروبارتان؟ چون آمد عید است، چطور از بازار؟ خدا رو شکر است، از قبلا که بهتر شده. فعلا خوب است، اوضاع فروش خوب است. قیمت ها چطور است؟ قیمت هم خوب است، فعلا به خاطر امارات اسلامی قیمت ها را کم کرده است، سر تجارت قیمت ها را کم کرده، فعلا خوب است قیمت. خودت علاوه از اینکه اینجا فروشنده هستی کار میکنی، آمادگی هم گرفتی باید در خانه به خودت؟ خب آمادگی ده که طبعا همگی میگرفت، شاید ما کمتم. چی آمادگی گرفتی خودت؟ خب آمادگی لباس میگیری و بوت میگیری و همین چیزا. بسیار خوب. لباس و این چیزا به اولادام گرفتی یا نگرفتی؟ اولاد خدا فعلا آرزی نکردم. مجرد هستی؟ بله. خداوند برسانیتان که صاحب اولادم شوید. تشکر، بخیر. خب میخوایم پیامت داشته باشیم این که خودت یک جوان هستی، کار میکنی و کسایی که ثروتمند هستند در ماه مبارک رمضان است و همچنان آمد عید است به دیگران کمک کنند، نظر خودت چیست؟ نظر خوبی است. خب
کسایی که پیسه داره است به دیگران کمک کنه، به کسایی که البته غریب است مجبور است، به کسایی که میتونه کار کنه وی مشکل نیست کمک نکنه، کسایی که مجبور است کمک کنه خوب است. با امید از اینکه هموطنان عزیز ما دست یک دیگه خدا بگیرن. بخیر باشین. زنده و سلامت باشین. بخیر باشین. سلام بیادر، خوب هستی؟ بله شکر است. خوب هستی؟ خب سلامت باشی. اسمتون؟ اسمم نظر محمد. خب خودت آمدی به خاطر آمادگی سودا میگیری؟ بله سودا بگیرم والا. خب چطور است خودت به عنوان یک خریدار بازار فروش چگونه دیدی؟ قیمت شده یا اینکه والا سابق سال خوب است. خب بسیار خوب. خودت که سودا گرفتی یا با کسایی که ندارن هم تصمیم داری کمک کنی یا خیر؟ والا برای خودم گرفتم، با یک شد برای مردم به فقیر میکنم کمک، توکلم به خدا مهربان است. چی آمادگی ها گرفتی خودت؟ والا چیزی که از ما برسه میکنیم باز دیگه. چون ما مردم افغانستان که هستیم به میهمان نوازی دیگه مشهور هستیم. توکل به خدا. خب خودت به عنوان یک جوان کسایی که دارن و سرمایه‌دار هستند، هم ماه مبارک رمضان از و هم آمد عید است، پیام چی است که باید دیگه هموطن عزیز کمک کنن یا خیر؟ والا کمک خوب بخش مسکین بیچاره فقیر شه خوبتر است. به خاطر با هم چیزا داشت دار است، یک لقمه که چه کمکش خوبتر است، ان چی او خود چی ما خورده. کوشش کنم که فقیر مسکین بیچاره کمکش خوبتر است. بله. زنده باشی، سلامت باشی، وقت بخیر. خداحافظ. سلام، خوب است بیادر، خسته نباشی. جوار از که بخیری. سلامت باشی، زنده باشی. شکر الحمدلله. تا سال ده. خب اسمتون؟ اسم من فرید. خب احمد فرید، چرا خودت چی کار میکنی؟ میوه خوش به خاطر ایده آمدیم میچرم ما میفروشیم. خب باز چطور از فروشان میشه نمیشه؟ بسیار فروش زیاد است، الحمدلله از الله راضی هستیم. خدا را شکر. آمد عید از چی آمادگی هایی گرفتین خودتان؟ بسیار آمادگی گرفتیم ما. گی تو پارسی ما ضعیف است فهمیدی؟ پشتو بگو. اخته میدونه که آمادگی نیولی الحمدلله الله راضی است، سنت است، ډیر کاروبار او بیا خو بدی باندې شکر کوو چې طالبان نظام دی شرعي بدی باندې ډیر خوشاله یو. خب خودت چی تصمیم داری که در روزهای مثلا کجا بری و همچنان آیا تصمیم گرفتی یا نگرفتی؟ دا تصمیم خو موږ نه نیول، موږ خپل په اطراف کې اوسو پوسول هغه ټوله تفریح ځای ده. هغه بازار خلک دي بیا هغه ته وځي پوسوي ورګو طالبان راغله و اینگل آرام باشین خیر. نه طالبای چیزم نمیگه خپلی طالبی به خاطر مردم را کلان شوه اینجا مردم تو زیاد از دوزی میکنه به خاطر زنده باشین، سلامت باشین، وقتتون خوش. سلام، خوب هستین؟ صحتمند خیریت؟ بخیر باشین، زنده باشین. اسمتون؟ شاهد الله. خب چی کار میکنین بیادر؟ سیمیان سودا میکنم. خب چطور است آمد عید است؟ از آمادگی ها اگه برای ما بگوین. آمدیم دیگه، امروز روز اولیم از دیگه، چی آوردیم سیمیان ببینیم دیگه، خدا مهربان است. چیزی که نصیب است میرسه. خب چی آمادگی ها دارین خودتان به عید؟ چی در خانواده باشه، چی در بخش کاری باشه؟ آمادگی چی شد دیگه؟ ما چیز نداریم دیگه. آمادگی نگرفتین؟ نه دیگه، چی آمادگی؟ نه لباس خریدیم به خود، نه به اولادا؟ نه لباس نگرفتیم. تا حال بیکار بودیم، امروز روز اولیم از برآمدیم. خب روز اولتان از کار میکنین؟ خب ان شاء الله به خیر که کاروبارتان رونق بگیره. ان شاء الله. به خیر سلامت باشید، زنده باشید. هموطنان نازنین، طوری که شما مشاهده کردین امروز پل باغ عمومی کابل بسیار بیروبار است، چون آمد عید است و شما هم میبینید که ما با بسیار مشکل استاد شدیم و
که صحبت میکنیم از بس که ماشاءالله اینجا بسیار بیربار است و ای که هموطنان عزیز ما خیلی آمادگی ها دارند به خاطر عید و همچنان چون عید که از یکی از روزهای بسیار مناسبتی است که برای همه ما شما بسیار یک روز مقدس می باشه و ما هم از تمام هموطنان عزیز ما خواهشمند هستیم که هم در ماه مبارک رمضان و هم در ایام مبارکی دست سایر هموطنان عزیز که با مشکلات اقتصادی دست پنجه نرم میکنند باید با آنها کمک و همکاری داشته باشند. ما هم ناگزیر هستیم که در این قسمت برنامه خود به پایان برسانیم. برای دیدن بیشتر برنامه های ما چینل یوتیوب سلک رو تایم لایک و سابسکرایب کنید و نظریاتتان با ما در کامنت شریک بسازین تا ما با در نظر داشت نظریات شما خوبان بهترین برنامه ها را به دلخواه شما خوبان تهیه و ترتیب کنیم. تا برنامه بعدی الله حافظ و نگهدار.